اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این کتابی است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده و شک و تردیدی در آن نیست. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ولی آنان میگویند محمد آن را به دروغ به خدا بسته است. اما این سخن حقی است از سوی پروردگارت تا گروهی را انذار کنی که پیش از تو هیچ انذار کننده ای برای آنان نیامده است، شاید پند گیرند و هدایت شوند. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. خداوند کسی است که آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دو است در 6 روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت. هیچ سرپرست و شفاعت کننده ای برای شما جز او نیست. آیا متذکر نمی شوید؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. امور این جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند. سپس در روزی که مقدار آن 1000 سال از سالهایی است که شما می شمرید به سوی او بالا می رود و دنیا پایان می یابد. ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم. او خداوندی است که از پنهان و آشکار با خبر است و شکست ناپذیر و مهربان است. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین. او همان کسی است که هرچه را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. سپس نسل او را از عصاره‌ای از آب ناچیز و بی‌قدر آفرید. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. سپس اندام او را موزون ساخت و از روح خیش در وی دمید و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد، اما کمتر شکر نعمتهای او را به جا می آورید. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. آنها گفتند
آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین گم شدیم آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت؟ ولی آنان لقای پروردگارشان را انکار می‌کنند. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. بگو فرشته مرگ که بر شما مأمور شده روح شما را میگیرد، سپس شما را به سوی پروردگارتان باز میگردانند. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده میگویند پروردگارا آنچه وعده کرده بودی دیدیم و شنیدیم، ما را بازگردان تا کار شایسته انجام دهیم، ما به قیامت یقین داریم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. و اگر می‌خواستیم به هر انسانی هدایت لازمش را می‌دادیم، ولی سخن و وعده‌ام حق است که دوزخ را از افراد بی ایمان و گنهکار از جن و انس همگی پر کنم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. و به آنها میگویم بچشید عذاب جهنم را، به خاطر اینکه دیدار امروزتان را فراموش کردید ما نیز شما را فراموش کردیم، و بچشید عذاب جاودان را به خاطر اعمالی که انجام میدادید. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تنها کسانی به آیات ما ایمان می آورند که هر وقت این آیات به آنان یادآوری شود به سجده می افتند و تسبیح و حمد پروردگارشان را به جا می آورند و تکبر نمی کنند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود و به پا می خیزند و رو به درگاه خدا می آورند و پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هیچ کس نمی‌داند چه پاداش‌های مهمی که مایه روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده. این پاداش کارهایی است که انجام می‌دادند. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آیا کسی که با ایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟
نه، هرگز این دو برابر نیستند. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای بهشت جاویدان از آن آنها خواهد بود. این وسیله پذیرایی خداوند از آنهاست به پاداش آنچه انجام میدادند. و اما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. و اما کسانی که فاسق شدند و از اطاعت خدا سرباز زدند، جایگاه همیشگی آنها آتش است. هر زمان بخواهند از آن خارج شوند، آنها را به آن باز می‌گردانند و به آنان گفته می‌شود بچشید عذاب آتشی را که انکار می‌کردید. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. به آنان از عذاب نزدیک، عذاب این دنیا پیش از عذاب بزرگ آخرت میچشانیم، شاید بازگردند. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. چه کسی ستمکارتر است از آن کس که آیات پروردگارش به او یادآوری شده و او از آن اعراض کرده است. مسلماً ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت. ولقد آتینا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائیل. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و شک نداشته باش که او آیات الهی را دریافت داشت و ما آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. و از آنان امامان و پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند، چون شکیبایی نمودند و به آیات ما یقین داشتند. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. البته پروردگار تو میان آنان روز قیامت در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون. آیا برای هدایت آنها همین کافی نیست که نسلهای زیادی را که پیش از آنان زندگی داشتند هلاک کردیم؟ اینها در مساکن ویران شده آنان راه می‌روند. در این آیاتی است از قدرت خداوند و مجازات دردناک مجرمان. آیا نمی‌شنوند؟
اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم افلا یبصرون. آیا ندیدند که ما آب را به سوی زمینهای خشک میرانیم و به وسیله آن زراعتهایی میرویانیم که هم چهار پایانشان از آن میخورند و هم خودشان تغذیه میکنند؟ آیا نمیبینند؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. آنان میگویند اگر راست میگویید این پیروزی شما کی خواهد بود؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. بگو روز پیروزی ایمان آوردن سودی به حال کافران نخواهد داشت و به آنها هیچ مهلت داده نمی شود. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. حال که چنین است از آنها روی بگردان و منتظر باش، آنها نیز منتظرند. تو منتظر رحمت خدا و آنها هم منتظر عذاب او. صدق الله العلی العظیم.